مدینه خواهرم، آیا نمی‌دانی که نرم و شیرین صحبت کردن زن با مردان بیگانه حرام است؟ این رستم کل برایت کی می شود که خود را به مثل عروسک زیبا کرده با خنده و قهقه و نرم و شیرین با او صحبت میکنی؟ از همه بدترش آن که این همه گناهان را به نمایش میگذاری. خواهرم، از خداوند به تو یک پیام دارم. خداوند در آیه 32 سوره احزاب میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلا تخضعن بالقول. یعنی ای زنها، شما با مردان بیگانه نرم و شیرین صحبت نکنید. این همه خنده و قهقه در پیش یک مرد بیگانه چی معنا دارد؟ از الله نمی ترسی؟ یقین بدان که عاقبت نافرمانی خداوند ذلت و خواری و شرمندگی است. انتظار شو. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم صفت زنان دوزخی را بیان فرمودند که آن صفتها در تو 100% دیده می شود. در روایت مسلم آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند: دو گروه از اهل دوزخند که من آنها را ندیدم، یعنی آنها در زمانهای بعد می آیند. یکی از آن دو گروه زنهایی هستند که لباس پوشیدند ولی با وجود لباس پوشی برهنه و لوچ هستند، یعنی لباس تنگ و تنک و یا نیم برهنه پوشیدند و مردان را به سوی خود جلب می کنند. در دوام حدیث می فرماید آنها داخل جنت نمی شوند و حتی بوی جنت هم در مشامشان نمی رسد. خواهرم، قسم به ذات الله که بدترین راه را انتخاب کرده ای. از این راه شیطانی بازگرد و آخرت خود را برباد نده.